از این لحظه بازی تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلون در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو آغاز شد. یا وانتاژ به موقع از خصوص مانزانو به عنوان داور مسابقه. پاس بلند پشت محوطه جریمه نیمار، کنترل عالی نیمار داخل محوطه و حالا توی دروازه. گل برای بارسلونا. دروازه رئال دقیقه سوم باز میشه. کاسیاس رو میبینیم که دروازه‌اش خیلی زود باز شد و این هم کارلتو که تیمشو باید برگردونه. بارسلون 1 رئال مادرید 0. تعویض منطقه بازی اومد تو عرض پشت محوطه و ضربهش رو عالی زد نیمار. نیمار داره خوب گل میزنه، مسی داره خوب پاس گل میده در مسابقات فصل جاری. یعنی از زاویه مخالف که ضربه نیمار به گل تبدیل شد. میبرن توپ رو سمت چپ. باز هم بازیکنه رئال پاس عالی بنزما داخل محوطه. یه ضربه قشنگ از بنزما، توپی که گل نمیشه و بیرون هم حالا رفته. سانتر بلند داخل محوطه. یه ضربه سر زیبا. هنوزم فرصت هست برای تیم رئال. کریم بنزما و توپی که با قدرت و بی‌دقت به بیرون میزنه. تیر دروازه بارسا به لرزه در اومد. خود بنزما بود که ضربه سر زد. باز هم موقعیت داشت و نتونست دروازه براوو رو باز بکنه. چه پایی عوض کرد رونالدو و کاملا مدافعان بارسا رو به هم ریخت. خیلی آماده است کریستیانو رونالدو این روزها. حرکت بازیکن تیم رئال سانتروی دروازه. ضربه سر پپه پشت محوطه جریمه. تونی کروز ضربه‌شو حالا کروس میزنه و راحت رو جمع میکنه براوو. تونی کروس رو فریب میده. باز هم خود ماتیو ثابتو پاس پشت محوطه جریمه. مسی حرکت میکنه. مسی حالا ضربه‌شو میزنه با کاسیاس. یه سیو خوب رو حالا خودش نشون میده. یه بار دیگه باز هم رالی ها. مارسلو داخل محوطه جریمه. باز هم مارسلو. این بار دیگه پنالتی هست. این بار دیگه پنالتی هست و پنالتی به سود رئال مادریده. کارت داور چه رنگیه؟ زرد. صحبت میکنه کارل آنجلوتی با سرخیو راموس. رونالدو و حالا توی دروازه. گل برای تیم رئال مادرید. گل برای تیم رئال و باز هم CR7 دروازه بارسا رو باز میکنه. 1-1 مساوی. رئال خیلی زود به گل میرسه و جبران میکنه رونالدو. بازی قشنگی رو شاهد هستیم. رئال 1 بارسلون 1. خطای هندی که پیکه داد و اینجا ضربه‌اش رو مطمئن میزنه و دروازه رو باز میکنه رونالدو. پنجمین کورنر برای رئال. تونی کروس سانتر بلند روی دروازه. یه ضربه و حالا توی دروازه. پپه دروازه بارسا رو باز کرده. 2-1 به رئال مادرید. یه ضربه سر عالی و محکم و دروازه باز شده بارسلونا. رئال 2 بارسلون 1. پرچم‌های سفید حالا در سانتیاگو برنابئو به اهتزاز در میاد. 50 دقیقه 2-1 به سود رئال مادرید. فریادهای حالا مادرید در سانتیاگو برنابئو میشه راحت شنیده بشه. بلند میشه ضربه سرش رو میزنه و کلودیو براوو نمیتونه کاری بکنه. مسی یه پاس عالی توی فضای مناسب. نیمار یه حرکت. نیمار تو بیکاره. مسی اونجا نمیرسه و با تکل بلند تو دور میکنه سرخیو راموس. ماتیو ضربه محکم از راه دور و بکنش خوبه ایکر کاسیاس. از والنسیا به باشگاه بارسلون اومد. ضربه‌ش رو زد تو رفته بود گوشه دروازه. یه شیرجه بلند دو دستی میزنه کاسیاس و تو راهی کورنر میکنه. 1 ساعت از زمان بازی گذشت. رئال 2 بارسلون 1. یه اشتباه خیلی بد از آندرس اینیستا. رونالدو با کنترل میکنه گل بخوره تیم بارسا. اینیستا رو میخوان چیکار بکنن داخل محوطه و میخوره. گل باید بخوره که میخوره تیم بارسلون و کریم بنزما دروازه بارسا رو باز کرد. رئال مادرید 3 بارسلون 1 و این هم جشن شادی کهکشانی‌ها در سانتیاگو برنابئو. با هم می‌بینیم صحنه آهسته رو قشنگ جا گذاشت مدافع خودی رو و چرخش عالی رونالدو و در ادامه دروازه باز شد. رئال 3 بارسلون 1.
خیلی خوبه این رال کارلو آنچلوتی. راستش ضربه زد به دیانی آلوز و تمام. پیروزی 3 که تیم رئال در مسافت تیم بارسلون و گرفتن 3 امتیاز و بردن ال کلاسیکو در شرایط بسیار خوب و ایدئال.